بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان و بزرگواران. امیدوارم هر کجا که هستید در عبادت الله متعال و در تلاوت و تدبر آیات کلام الله مجید هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله را بی نهایت سپاس از اینکه بار دیگر این فرصت قرین راه ما و شما گرامیان گشت تا در درس دیگر از شرح معانی آیات سوره مبارکه بقره با شما همراه بشیم با آیات دیگر از این سوره مبارک. در درس‌های گذشته به همراه شما سروران تا آیه 83 رو پیش رفتیم و آیه 83 رو هم به همراه شما سروران به تلاوت گرفتیم و دیدیم که چگونه الله متعال در آیه 83 برای ما از عهد و پیمانی که از بنی اسرائیل گرفته بود سخن فرمود و در ادامه باز حکایت بنی اسرائیل است و آنچه که در برابر دستورات الهی انجام دادند. در آیه 83 عهد و پیمانی بود که نسبت به الله متعال داشتن و آنچه که باید انجام میدادند که متاسفانه آن 8 پیمانی رو که از آنها الله متعال در آیه 83 ذکر کرد و از آنها گرفته بود در پایان فرمود که ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. عده اندکی از شما اون پیمانها رو انجام دادن و روی گردان شدید. در آیه 84 پیمان دیگری رو که از آنها گرفته شده و مربوط است به حقوق انسانها و یک پیمان بسیار بسیار مهم اشاره می‌فرماید و نحوه تعامل آنها با این پیمان. در آیه 84 الله متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ اخذنا میثاقکم، شبیه تعبیر آیه قبل است. و بیاد آورید آن لحظه‌ای که من الله با عظمت عهد و پیمان گرفتم، میثاق گرفتم از شما. این عهد و پیمان چه بود؟ لا تسفکون دماءکم، لا تسفکون دماءکم. این آیه گرچه خطاب به مانند آیه گذشته خطاب به بنی اسرائیل است، اما از آنجایی که در رسالت انبیای الهی اصول اعتقاد، اصول عبادات و اصول اخلاق یکی بوده است و از آنجایی که در همین باب این پیمان در آیات قرآن هم تأییدی داریم بر همین موضوع، خطاب عام است و برای همه است. و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، و من الله با عظمت از شما عهد و پیمان گرفتم که لا تسفکون دماءکم. در تورات این عهد و پیمان از شما گرفته شد، از طریق انبیای الهی این عهد و پیمان از شما گرفته شد. لا تسفکون دماءکم، نریزید خون یکدیگر را. سفک به معنای ریختن خون است. لا تسفکون دماءکم، خون یکدیگر را نریزید، خونهای خود را نریزید. لا تسفکون دماءکم، خونهای خود را نریزید. یک معنی لا تسفکون دماءکم، یک معنی که مفسرین برای این تعبیر استفاده کردن این است که لا تسفکون دماءکم، خون خودتان را نریزید، یعنی خودکشی نکنید، یعنی یک نفری خودش با دست خودش خود را به کشتن بدهد. ولا تقتلوا انفسکم، شبیه این تعبیر رو ما در سوره مبارکه نساء داریم و اونجا الله متعال می‌فرماید ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما. خود را نکشید، الله متعال به شما رحیم است، لطف دارد. این سوال پیش می آید که آیا انسان عاقل پیش می آید که خود را بکشد؟ متاسفانه ما
مشاهده میکنیم که بسیاری خودکشی میکنند. دوری از دین، نشناختن حقیقت زندگی در دنیا و حکمت زندگی در دنیا، عدم ارتباط با الله متعال، فریفته شدن به مال و زندگی دنیا، گم کردن مسیر زندگی و امتداد آن در سرای دیگر و آخرت، عدم باور با آخرت و یا احیانا ضعف در ایمان و یا نداشتن صبر و تحمل در برابر مشکلات و سختی های دنیا و دلایل زیادی رو میشه ذکر کرد، سبب می شود که متاسفانه عده‌ای خودکشی بکنند. خودکشی گناه بسیار بزرگ است. خودکشی گناه بسیار بزرگ است. یک انسان مسلمان حق ندارد خودش را بکشد. هر چقدر سختی ها و مشکلات زندگی زیاد شود، این دنیا دار ابتلاست و دار آزمایش است و در میدان آزمایش باید تحمل کند، باید صبر کند. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. در همین سوره مبارکه بقره در آیه 155 الله متعال میفرماید حتما، قطعا و یقینا، با 3 تاکید، من الله با عظمت شما را آزمایش خواهم کرد با بخشی از گرسنگی ها، بشیء من الخوف، ترس، الجوع، گرسنگی، و نقص من الاموال، و کم شدن مالهای شما، و الانفس و الثمرات، یا کم شدن جانها، از بین رفتن انسانها، کشته شدن، مردن، یا محصولات زندگی. و بشر الصابرین، بشارت بده صابران را، کسانی که صبر میکنند و استقامت میکنند. دنیا محل ابتلا و آزمایش است. انسان نباید در دنیا دست به خودکشی بزند و خودش را بکشد. خودکشی یک گناه بزرگ است و روایت‌های مختلفی رو رسول الله علیه الصلاه و السلام اشاره فرمود که کسانی که خود را میکشند باز در آن دنیا هم با همان وسیله‌ای که خود را کشتند عذاب خواهند دید. و این حکایت نشان از این دارد که انسان مسلمان نباید انقدر توکلش و اعتمادش بر الله متعال ضعیف بشود و یا صبرش کم باشد که دست به این کار بزند. لا تسفکوا دماءکم، خون خود را نریزید. یک تفسیر این هست، بعضی از مفسرین گفتن اینجا کسی خودش را نکشد، خودکشی نکنه. تعبیر دیگری که جمهور علما بر این هستن این هست که لا تسفکوا دماءکم، خون یک دیگر را نریزانید. یعنی یکی از شما کس دیگری را نکشد، شما کس دیگری را نکشید. لا تسفکوا دماءکم، دماءکم کلمه کم یعنی شما خون خود را نریزید، به این معنا که اگر شما کس دیگری را بکشید انگار خود را کشتید. کس دیگری را که انسان بکشه، خب طبیعتا وقتی انسان کس دیگری را بکشد، یک معناش این است کس دیگری را بکشد که وقتی کشت خود را در معرض خطر قرار میده، در معرض کشته شدن قرار میده، چون قصاص میشه. انسان وقتی کس دیگری را بکشه، خب انگار که خودش را کشته، چون با این کشتن طرف مقابل خود رو در معرض خطر انتقام و یا قصاص خانواده‌ای که کشته. اون فردی که کشته شده دوستانی داره، خانواده‌ای داره، طبیعتاً دست بردار نیستن و خواهند آمد و این فرد را خواهند کشت. کشتن دیگران به معنای کشتن خود فرد است. یک تعبیر دیگر که باز آیات قرآن هم رو تایید می‌کند این هست که کشتن یک فرد به معنای کشتن یک جامعه است. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. الله متعال می‌فرماید که در سوره مبارکه مائده بعد از این که حکایت داستان درگیری فرزندان آدم علیه السلام، هابیل و قابیل ذکر می شود و کشته شدن هابیل به دست قابیل، در ادامه می‌فرماید به همین خاطر الله متعال می‌فرماید بر بنی اسرائیل من الله با عظمت واجب نمودم و این حکم رو برای آنها فرستادم، انه من قاتل نفسا بغیر نفس، کسی را بدون اینکه قتلی کرده باشد، بدون قصاص بکشد، او فساد فی الارض، یا اینکه فساد بزرگی کرده باشد که مستحق قتل باشد، فکأنما قاتل الناس جميعا، کسی را بیگناه بکشد گویی که تمام انسانها را کشته است. یک نفر کشته شدن، ریختن خون بسیار سنگین است. ریختن خون یک انسان بیگناه
بسیار سنگین است نزد الله متعال و میفرماید در سوره مبارکه مائده که هر کسی که خون بیگناهی را بریزد در آیه 31 انگار که خون یک امتی را ریخته است و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. و اگر کسی حیات ببخشد به یک نفری گویی که به یک جامعه حیات بخشیده است. و اینجا الله متعال برای ما از این موضوع اشاره می‌فرماید که عهد و پیمان گرفته شد. عهد و پیمان در هیچ کتابی از کتاب‌های آسمانی، در هیچ رسالتی از رسالات انبیای الهی شما نمی‌یابید که اجازه داده شده باشد که خون انسان بیگناهی ریخته شده باشد و اجازه داده بشه و حلال شمرده بشه ریختن خون انسان بیگناه. ریختن خون انسان بیگناه بسیار بسیار سنگین است. سوای این که اصلا دینش چی است، مسلمان است یا کافر است، ولی وقتی بیگناه باشد دلیلی برای کشتن او وجود ندارد. لا تسفکون دماءکم، خون خود را نریزید. و از آنجایی که این موضوع بسیار خونریزی نزد الله متعال، ریختن یک خون یک انسان بسیار سنگین است، در داستان خلقت آدم علیه السلام وقتی که دیدیم در آیات 30 همین سوره مبارکه بقره، وقتی که حکایت خلقت آدم و خبر خلق شدن موجودی به نام آدم و کسی که روی زمین می آمد را الله متعال به ملائکه داد، آنها گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. آیا کسی را بر روی زمین حکمت چیست پروردگارا که کسی روی زمین میبری که آنجا فساد بکند و خونریزی بکند؟ خونریزی نوعی از فساد است. تأکید بر خونریزی بعد از ذکر مفهوم عام فساد، با اینکه خونریزی جزئی از فساد به حساب می آید، به خاطر این بود که ملائکه می دانستند در میان فسادهایی که انجام می شود این نوع فساد، خونریزی روی زمین، از همه سنگین تر است. بسیار خطر بسیار بزرگی دارد برای سرنوشت یک انسان ریختن خون انسانهای دیگر. به همین خاطر الله متعال اینجا می‌فرماید که من عهد و پیمان گرفتم. این عهد و پیمانی است که از همه انبیای الهی از پیروان خود گرفتند. خون بیگناه رو نریزید. لا تسفکون دماءکم، بترسید از ریختن خون یک انسان. خون یک انسانی را نریزانید. الله متعال باز می‌فرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا، سخت‌ترین و ترسناکترین تهدیدی که در قرآن کریم وجود دارد و با این شدت شما هیچ تهدیدی در قرآن نمیابید که در سوره مبارکه نساء الله متعال ذکر می‌فرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. 5 تهدیدی که یکی از اونها برای هلاکت یک فرد کافی است. هر کسی انسان مسلمانی را بیگناه بکشد، از روی عمدی برود برای کشتن و ریختن خون یک انسان مسلمان بیگناه، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جای او جهنم است، خالدین فیها، جاودانه در آن میماند، و غضب الله علیه، غضب الهی و خشم الهی را به همراه خواهد داشت، و لعنه، و لعنت الهی برای اوست، و اعد له عذابا عظیما، و عذاب بسیار بزرگی برای او الله متعال آماده کرده است. بترسند کسانی که سلاح به دست دارند و به راحتی به خاطر هیچ و پوچ میزنند و خون دیگران رو میریزانند. بترسند کسانی که لباس نظامی به تن دارند به خاطر تعصبات قبیله‌ای، به خاطر جنگ‌های فرقه‌ای، به خاطر جنگ‌های حزبی خون میریزند. ریختن خون انسان مسلمان پیش الله متعال بسیار سنگین است. رسول الله علیه السلام در برابر کعبه می ایستد و می‌فرماید تو نزد الله متعال بسیار عظمت داری، جایگاه داری و شرف داری، اما جایگاه و شرف یک انسان مسلمان از توی کعبه بالاتر است. ریختن خون یک انسان مسلمان، ریختن خون او از خراب شدن کعبه نزد الله متعال عظیم‌تر است. بسیار این موضوع خطرناک است. بسیار موضوع خطرناک است. خون رو به این راحتی نمیشه پاسخ داد. لا تسفکون دماءکم، نریزانید خون یک دیگر رو. خون خود را نریزانید. یک نفر رو بکشید گویی که همه رو کشتید این انسان ها. لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. عهد و پیمان دیگری که الله متعال میفرماید از آنها گرفته شد این بود که لا تخرجون انفسکم من دیارکم، اخراج نکنید یک دیگر رو از سرزمینتان. از سرزمین یک دیگر رو اخراج نکنید. اخراج کردن یک فرد از خانه و زندگیش، مجبور ساختن یک فرد برای ترک خانه و خانواده، برای ترک دیار و سرزمین، برای هجرت. لا تخرجون انفسکم من دیارکم. الله متعال هجرت رو،
خارج شدن از خانه رو، ترک خانه رو، جلا وطن شدن رو در کنار قتل نفس ذکر کرد. چنان این موضوع سنگین است. ترک خانه و کاشانه و دیار، ترک اون منطقه‌ای که شما در او زندگی کردی، به دنیا آمدی، سالها در آنجا خاطرات داری، ترک آن فضایی که هر گوشه این تصویر برای تو هزاران خاطره دارد، از کودکی تا نوجوانی و جوانی، ترک فضایی که اونجا انس گرفتی، ترک فضایی که اونجا زندگی کردی، آن سرزمینی که در آنجا رشد کردی، ترک آن رو الله متعال می‌فرماید به اندازه کشتن است. وقتی کسی رو از سرزمین او اخراج بکنی به مانند این است که او را کشته ای. وقتی کسی رو مجبور می‌کنی از یک سرزمینی بلند شود و به جای دیگری برود زندگی کند، گویی او را کشتی. حال شما خودتان قضاوت بکنید. وقتی که الله متعال اخراج کردن یک فرد از خانه و کاشانه او رو به منزله و مثابه قتل نفس او در کنار ریختن خون ذکر می کند. لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. خروج از سرزمین رو، گناهش رو به اندازه ریختن خون فرد ذکر می فرماید. وقتی یک فردی از یک جای اخراج کنن او رو، بره و جای دیگری زندگی بکنه، این کار انقدر سخت باشه که مانند ریختن خون او باشد، اگر فردی رو به زندان بیاندازن، در سیاهچال نگه دارند، اگر او رو از خانه و خانواده و دوستان و فامیل او دور کنند، اگر از روی ظلم و ستم او رو سالها در گوشه‌ای، در سلولی، در زندانی او رو حبس بکنند و نگذارند که فامیل، خانواده، دوستان و آشنایان خود رو ببینه، حتی اجازه ندهند که آفتاب را ببیند، اجازه ندهند که آسمان را ببیند، اجازه ندهند که درختی را ببیند، چه باید گفت؟ چه تلخ است داستان حکایت زندانیانی که از زندان آزاد شده اند. وقتی صحبت میکنند، وقتی چه تلخ است وقتی انسان میشنود که طفلی در زندانی به دنیا آمده و دیگری در زندان رفته و با این طفل همنشین شده و به اون میگوید عمو جان برای من داستانی بگو، و این شروع میکنه به داستان گفتن و میگوید گنجشکی بود و روی درختی نشست. از او میپرسد که عمو جان گنجشک چیست؟ میپرسد درخت چیست؟ طفلی که در زندان به دنیا آمده و نمیداند درخت چیست و گنجشک چیست. در زندانهای روی زمین چه ظلمها که میشود، چه جنایتها که میشود. این زندانبانان چه خواهند گفت؟ این ظالمان، این مستکبران چه پاسخی خواهند داشت در برابر الله متعال؟ وقتی که اخراج یک فرد از زندگی او، از منطقه او و مجبور کردن او به هجرت به جای دیگری انقدر گناه داشته باشد، حبس کردن او در زندان، محروم کردن او از زندگی، محروم کردن او از دنیا، محروم کردن او از حیات، چقدر نزد الله متعال سنگین است. انسان نزد الله متعال کرامت دارد. احساسات نزد الله متعال مهم است. در همین آیه قبل از این دیدیم، در آیه 83 قبل از این که چقدر الله متعال تاکید داشت روی رفتار انسان دوستانه، روی احسان و نیکی به پدر و مادر، روی احسان و نیکی به خویشاوندان، روی احسان و نیکی به یتیمان، روی احسان و نیکی به مساکین. یتیمان کیش نسبتی با تو ندارند، مساکین کیش نسبتی با تو ندارند، غیر از آن کسانی که نسبت دارند، پدر مادر و خویشاوندان. الله متعال از مساکین گفت، از یتیمان گفت. الله متعال به این چیزا اهمیت میدهد. انسان نزد الله متعال کرامت دارد، جایگاه دارد. خون انسان نباید ریخته شود بدون یک دلیل موجه. نباید هر کسی به خاطر مال خود، به خاطر جان خود، به خاطر حفظ جایگاه خود، به خاطر مقام خود، به خاطر اینکه بر مسند قدرت بنشیند، خون دیگران را بریزد یا آنها را به زندان بیاندازد یا آنها را اخراج بکنه و جلا وطن بکنه. اخراج از سرزمین به مانند کشتن طرف است. الله متعال میفرماید ثم اقررتم. این پیمان ها شما گرفته شد، شما اقرار کردید، تایید کردید، و انتم تشهدون، دانسته و دیده قبول کردید، گفتید چشم، قبول کردید که این اتفاقات نباید بیفتد، نباید خون بریزید، نباید کسی را از سرزمین او اخراج بکنید. شما کجا حق دارید که به فردی که در یک مکانی به دنیا آمده به او امر بکنید که از اینجا خارج شود چون شما دوست ندارید؟ از چه وقت مردم برده شما شدند؟
در حالی که مادران آنها را آزاد به دنیا آوردند. این جمله تاریخی رو سیدنا عمر ابن خطاب رضی الله عنه اون لحظه گفت که مردم یک فردی به فرد دیگری ظلم کرده بود و به او شلاقی زده بود. گفت از چه وقت شما مردم را به بردگی گرفتید در حالی که مادران آنها را آزاد به دنیا آوردند. حضرت مطهر میفهمند شما این رو پذیرفتید که این پیمان رو داشته باشید. ثم انتم، سپس ای بنی اسرائیل، ای یهودیان، انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، شما هؤلاء اینجا به معنای یا هؤلاء است. ثم انتم یا هؤلاء، سپس شما ای کسانی که شما اقرار کردید، ای کسانی که شما قبول کردید، شما همونهایی هستید که تقتلون انفسکم، گفتید نمیکشیم ولی کشتید. و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، یک عده از سرزمین‌های آنها آواره ساختید. درباره این آیه مفسرین شأن نزولی ذکر کردند. می‌فرمایند که در مدینه منوره، در زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره بودند، در زمان نزول این آیه یهودیانی که در مدینه زندگی می‌کردند چند طایفه بزرگ بودند. طوایف مختلفی بودند. مهمترین آنها 3 طایفه بودند: طایفه بنی نضیر، بنی قینقاع و بنو قریظه. این 3 طایفه با 2 طایفه‌ای که از عرب‌های ساکن مدینه منوره قبل از ورود اسلام آنجا بودند، اوس و خزرج، قبل از اینکه اسلام وارد مدینه منوره شود که آن شهر یثرب نام داشت، در یثرب قبل از اسلام طایفه اوس و خزرج که عرب‌های ساکن مدینه بودند، اینها با هم دشمنی داشتند. اوس و خزرج از دیرباز با هم دشمنی داشتند و جنگ‌های بسیار عجیبی بین آنها در گرفته بود. یهودیان هم که بعدها آمدن داخل این شهر، وارد شدن به این شهر به این امید که پیامبر آخرالزمان از آنها باشد، چون می‌دانستند پیامبر آخرالزمان در سرزمینی ظهور خواهد کرد از شبه جزیره که 2 وادی سنگلاخ سیاه نخلستان‌هایی رو در بر گرفتند. در کتاب‌های آسمانی آمده بود که پیامبر آخرالزمان مرکز قدرت او در منطقه خواهد بود که نخلستان‌هایی بسیار دارد و 2 وادی سنگلاخ سیاه اون منطقه رو محاصره کردند. در شبه جزیره 2 منطقه این ویژگی رو داشتند که خیبر و دیگری یثرب یا مدینه منوره امروزی، و به همین خاطر یهودیان آمدن در مدینه ساکن شدند. به این امید در خیبر هم رفتن و عده‌ای در مدینه آمدن به این امید که پیامبر آخرالزمان از نسل بنی اسرائیل باشد. من جمله یهودیان بنو نضیر و بنو قینقاع و بنو قریظه، اینها در مدینه وقتی آمدن وارد شهر شدن، دیدن اوس و خزرج اینجا هستن و اینها با هم درگیرن. به خاطر اینکه اینها بتوانند در این شهر کم کم حاکم بشوند و سلطه پیدا کنند، نیامدن که جانب بی‌طرفی بگیرند یا طرفدار یکی از این 2 بشوند. آمدن تقسیم وظایف کردند. عده‌ای از آنها طرفدار طایفه خزرج شدند که بزرگتر بود. بنی نضیر و بنو قینقاع همپیمان خزرج شدند و بنو قریظه همپیمان طایفه اوس شدند. اینها با هم همپیمان بودند. وقتی که بین اوس و خزرج جنگی در می گرفت، اونها با هم درگیر می شدن. طبیعتا همپیمان های اونها از یهود هم باید در این جنگ اونها رو یاری می کردن و اینجا بود که یهودیان هم با هم درگیر می شدند. یعنی از یک طرف خزرج با 2 طایفه بنو نضیر و بنو قینقاع حمله می کردن به این طرف که طایفه اوس بود و بنو قریظه، اینها با هم درگیر می شدن. یهودیان 2 طرف، یهودیان با هم می جنگیدن، این میان یه عده از یهودیان کشته می شدن و عده از اونها اخراج می شدن. وقتی حمله می شد به خانه های اونها خراب می شد، از خانه اخراج می شد. الله متعال می فهمد ای بنی اسرائیل، در تورات از شما عهد پیمان گرفته شد که شما خون نریزید، یکدیگر رو اخراج نکنید. شما هم گفتید باشد. شما
که خود را یهودی میدانید، پیروان موسی میدانید، پیروان تورات میدانید، مگر این عهد و پیمان از شما گرفته نشد؟ ثم انتم یا هؤلاء، ای شما کسانی بودید، ثم انتم یا هؤلاء، شما همون هایی بودید، ثم انتم، سپس انتم یعنی شما، یا هؤلاء همون هایی هستید که تقتلون انفسکم، یک دیگر رو میکشید. پیمان گرفته شده از شما که نکشید، ولی در این جنگ ها دارید میکشید. با اوس و خزرج متحد شدید، عده با اوس، عده با خزرج. اونها به جان هم میافتند، شما هم به جان هم میافتید. تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، عده دیگر رو از سرزمینشون بیرون میکنن در این جنگ ها. تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، با اسم گناه و عدوان دشمنی، تظاهرون علیهم پشتیبانی میکنید بر علیه آنها. تظاهرون از ظهر میاد یعنی پشت، تظاهرون پشتیبانی کردن، هم دست شدن، علیهم بر علیه اونها. شما از روی گناه، بالاثم والعدوان، از روی گناه و دشمنی، با گناه و دشمنی بر علیه یکدیگر پشتیبان دیگران میشوید. شما با اونها میجنگید به خاطر از روی گناه. این کار شما کار خوبی نبود. شما به چه گفت چی گفته میجنگید؟ چرا میکشید اینها رو؟ چرا اونها رو از خانه هایشون اخراج میکنید؟ چون هم پیمان اوسید، چون هم پیمان خزرج هستید. شما خودتون یکدیگر رو میکشید، یکدیگر رو اخراج میکنید. و این یأتوکم، عجیبتر چیست؟ و این یأتوکم اسارا، وقتی که اسیر میشوند. خب جنگ بود دیگه، وقتی که دو طرف یکی از اونها شکست میخورد، یکی پیروز میشد، اون کسی که پیروز میشد خانه های طرفی که شکست خورده بود رو خراب میکرد و اونها رو از اونجا اخراج میکرد و اونها رو اسیر و برده میگرفت. طبیعتا در این میان یکی از طوایف یهود حتما شکست میخورد. دو طرف یهود بودن، بنی نظیر و بنی قینقاع این طرف بودن، بنو قریظه آن طرف بود. اگر بنو قریظه شکست میخورد، اسیرانی از بنی قریظه به نزد اینها آورده میشد، بنو نظیر و بنو قینقاع. اگر اینها شکست میخوردن، اسیرانی از بنو قریظه و بنی نظیر و بنو قینقاع پیش بنو قریظه میرفت. در هر حالت چون دو طرف یهودی بودن، عده‌ای از یهودیان به دست عده‌ای دیگر از یهودیان اسیر میشدن. و یاتوکم استعرا، وقتی که اون عده به عنوان اسیر پیش شما میآیند، تفادوهم، فدیه میدهید تا اونها رو آزاد بکنید. شما وقتی اینها اسیر میشوند میگید خب چون یهودی هستند، چون از ما عهد پیمان گرفته شده است که اگر یهودی جایی اسیر شد باید فدیه بدهیم و او رو آزاد بکنیم، شما فدیه میدهید، او رو آزاد میکنید. و هو، در حالی که محرم علیکم اخراجهم، شما اینجا فدیه میدید، آزاد میکنید، در حالی که برای شما در اصل حرام بود، علیکم محرم علیکم اخراجهم. همون ابتدا هم دست شدن شما با یکی از طایفه های اوس و خزرج و جنگ بر علیه یکدیگر و کشتن و اخراج کردن، همون ذات اون عمل برای شما حرام بود. اونجا اون عمل حرام رو انجام دادید، اونها رو کشتید، عده‌ای از اونها رو از خانه ها بیرون کردید و اسیر ساختید. بعد که اسیر شدن نزد شما، حالا باز دوباره خب اسیر وقتی میشد نزد طایفه عرب بود. مثلا اگر از بنو قریظه چیزی اسیر میشد، کسی اسیر میشد، نزد خزرج بود. وقتی اسیرها آورده میشد این طرف، دست خزرج میافتاد، چون یهودیان هم پیمان خزرج بودن. حالا اینها چیکار میکردن؟ میگفتن خب نه، اینها دیگه چون یهودی هستن، درسته که شکست خوردن، ما با شما جنگیدیم، آنها رو زدیم، بعضی ها رو کشتیم، اسیران رو نمیتوانیم پیش شما نگه داریم، ما باید یهودیان رو آزاد کنیم، ما یهودی هستیم، یهودی رو نباید اسیر بکنیم. الله متعال میفرماید افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، به یک بخشی از کتاب آسمانی تورات ایمان میآورید و بخش دیگر کافر میشوید. شما به بخشی ایمان آوردید، یک بخشی رو قبول کردید که اگر جای یهودی اسیر شد فدیه بدید، آزاد کنید. بخش دیگر رو که اصلا کشتن اینها و اخراج اینها برای شما حرام بود و عهد و پیمان گرفته شده بود، او رو رها کردید. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، یک بخشی از کتاب رو، کتاب آسمانی، یک بخشی از دین رو قبول میکنید، بخشی دیگری از دین رو قبول نمیکنید. این چه رفتاری است؟ این دوگانگی چه معنایی دارد؟ اگر اون جزء دین است، خب اینم جزء دین است. چرا شما در رفتار با دین گزینشی برخورد میکنید؟ چرا در رفتار با
دستورات الله و رسولش و کتاب آسمانی آنچه به نفع شماست رو میگیرید، آنچه رو که دوست ندارید نمیگیرید. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. الله متعال اینجا برای ما درباره یک صفت بسیار زشت از بنی اسرائیل صحبت می کند و گرچه خطاب به بنی اسرائیل است و مراد از کتاب اینجا تورات است در این آیه، اما به صورت عموم خطاب به کل مخاطبین قرآن کریم است. همان گونه که این رفتار با تورات بسیار زشت است، این رفتار با قرآن هم اگر بشود بسیار زشت تر است که یک فردی مسلمانی بیاید از قرآن کریم آیاتی رو انتخاب بکنه، آیاتی رو قبول نکنه، بگه نه این آیه با زمانه ما جور در نمیاد، با سیاست روز جور در نمیاد، نمیشه که ما الان در قرن 21 این حکم رو اجرا بکنیم، اینجا باید یک تجدید نظری بشه، این رو دیگه نمیتونیم، مصلحت ایجاب نمیکنه، سیاست به ما اجازه نمیده، شرایط زمانه به ما اجازه نمیده. اینکه انسان یک حکمی از قرآن را بگیرد، حکمی از یک کتاب آسمانی را بگیرد، حکم دیگری را نگیرد. الله متعال این رفتار رو افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، این رفتار رو برای ما نقد می‌فرماید. همه کسانی که با دستورات الله متعال این گونه رفتار می‌کنند که بعضی از دستورات رو می‌پذیرند، اسلام رو، برخی از احکام اسلام میگن خب این خوب است، اما این رو نمیشه پذیرفت، این رو نمیشه قبول کرد. خب اون بخشی رو که شما قبول کردی اگر آیه قرآن هست، خب بقیه هم آیه قرآن هست. یا کل کتاب رو شما نباید قبول بکنی، میگی این کتاب رو من قبول ندارم مثلا از ذاتن که از الله متعال است. یا اگر قبول کردی کلش رو باید قبول بکنی. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، ای کسانی که ایمان آوردید همه تن وارد اسلام بشوید، همه تن وارد اسلام بشوید. اگر اون قسمتی رو که شما قبول کردی کلام الله متعال است، اون قسمتی رو که قبول نکردی خب اونم کلام الله متعال است، اون رو چرا قبول نمی‌کنی؟ اللهی که حکیم است، اللهی که علیم است، اللهی که خالق آسمان ها و زمین است. عده‌ای متاسفانه این گونه تصور میکنند که آن ذاتی که آسمان ها و زمین رو با این نظم و شگفتی به وجود آورده است، با این نظم و شگفتی به وجود آورده و هر آنچه که امروزه در دانشگاه‌های مختلف تدریس میشه، از علوم مختلف، از ریاضیات، از نجوم، ستاره شناسی، از فیزیک یا فیزیا، از شیمی یا کیمیا و جبر و هندسه و پزشکی و زیست شناسی و بیولوژی و همه آنچه که شما میگویید، جغرافیا، همه آنچه که در دانشگاه‌های مختلف تدریس می شود درباره آن چیزی است که موجود است روی زمین یا احیانا اکتشافاتی است که از نسل‌های قبلی در تاریخ و زمین شناسی مطرح می شود. همه اینها مخلوقات الله متعال هستند. همه اینها رو الله به وجود آورده، نه من و تو. اون کسی که قانونی رو در فیزیک کشف میکنه خودش خالق این قانون نیست، او این قانون رو به وجود نیاورده. قبل از اینکه این آقا به دنیا بیاید و آبا و اجداد این آقا، این قانون در زمین وجود داشته است. کی این قانون رو به وجود آورده؟ خالق زمین، الله متعال. ما اکتشافاتی که بشر انجام میدهد خلق یک شیء جدید نیست. تازه ما فهمیدیم که مثلا این نظم در این ماده وجود دارد، این نظم در این مولکول همچین لایه‌های الکترونی وجود دارد. مثلا کل جدول مندلیف رو در کیمیا یا شیمی شما بیاید بررسی بکنید، آن چیزی که از نظم در عنصرهای عجیب، اون لایه‌های مختلفی که شما در عنصرهای مختلف می‌بینید و تفاوت‌هایی که وجود دارد رو ما که به وجود نیاوردیم، من و تو که به وجود نیاوردیم، اینها خالق آنها به وجود آورده. ما برخی از اونها رو تازه کشف کردیم و فهمیدیم که ها این طور است. این جسم من و تو، این رو که در علم پزشکی ما سلول او رو بررسی میکنیم، این رو خب که من و تو که به وجود نیاوردیم، این نظم رو من و تو به وجود نیاوردیم. من و تو که اصلا 100 سال پیش نبودیم، آبا اجداد من و تو هم 200-300 سال پیش نبودن و یک روزی هیچ کدوم از ما انسان ها نبودیم. این دنیا رو الله متعال به وجود آورد و ما رو با این نظم و شگفتی به وجود آورده. ما بر اساس تحلیل و بررسی و دقت اینها رو کشف میکنیم. یک عده‌ای بر این باورند
که این تناقض در گفتار و عقل آنهاست، بر این باورند که اون ذاتی که آسمان ها و زمین رو با این نظم و شگفتی به وجود آورده است، برای این انسانی که با این نظم و شگفتی به وجود آورده است نمیتواند یک برنامه زندگی خوب ارائه بدهد تا بتواند روی زمین خوب زندگی کند. و ما انسان ها باید خود ما برای خود برنامه زندگی بچینیم. این قرآن که کلام الله متعال است، خالق آسمان ها و زمین، اون ذاتی که آسمان ها و زمین رو با این شگفتی به وجود آورده، کلام او، کتاب او برای مخلوق او به درد نمیخورد. مثال عجیب است. یعنی این تناقض رو انسان هایی که این گونه صحبت میکنن، اینها رو احساس من این است که باید به بیمارستان های روانی برد و بستری کرد، اینها رو درمان کرد. این دیوانگی است، این جنون است. این جنون است که شما کسی که یک وسیله رو کلا، مثلا یک مثال ساده تر، یک کارخانه یک ماشینی رو درست کرد، یک دستگاهی رو درست کرد، یک کاتالوگی هم برای شما گذاشته، شما بیایید بگویید که من بهتر از او میفهمم که این به چه دردی میخورد. خب اون خودش اینو به وجود آورده، تو از کجا میخوای بهتر از اون بفهمی؟ اون خودش این دستگاه رو ایجاد کرده، این دستگاه رو به وجود آورده. مثال الله متعال خیلی بالاتر از این است. اون ذاتی که این انسان رو با این شگفتی و این آسمان ها و زمین رو به وجود آورده، برای زندگی او برنامه نداده است و برنامه وجود ندارد. به همین خاطر است که این ضعف در دیدگاه سبب میشه که فردی وقتی قرآن رو باز میکنه، چون اصلا بعضی نمیفهمن قرآن چی است، یا با یک هدفی از پیش میآیند برای دشمنی، یا با یک کینه، یا با یک بغض، و هدف اونها اصلا کلا هدف اونها ضربه زدن به دین است، زیر سوال بردن دین است، نفهمیدن اصلا دین چیست، مفهوم دین چیست. میآیند یک بخشی رو که به نفع آنهاست از کتاب و دین قبول میکنه، بخش دیگری رو قبول نمیکنه. الله متعال میفرماید افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. شما این قانون الهی را که الله حکیم فرستاده، حکیمی که فعل او خالی از حکمت نیست، هر آنچه که فرستاده خوب میداند. الا یعلم من خلق. آن کسی که خلق کرده آیا نمیداند به درد مخلوقش چی میخورد؟ آیا او نمیداند؟ شما بهتر میدانید. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. آیا شما یک بخشی از کتاب رو قبول میکنید، بخش دیگر رو قبول نمیکنید، بخشی از دین رو میپذیرید، بخش دیگری از دین رو نمیپذیرید؟ دین یک مجموعه کامل است. ادخلوا فی السلم کافه. همه تن وارد دین بشوید. این نیست که شما بگید خب من از دین روزه رو قبول ندارم چون سخته برای آن روزه گرفتن، زکات رو قبول میکنم، حج رو قبول نمیکنم، نماز رو قبول میکنم. یا بگید خب نماز رو قبول دارم چون خواندنش آسانه، زکات رو قبول نمیکنم چون پول دادن برای من سخته، یا اخلاق رو جز دین نمیخوام بدونم، یا دین فقط اخلاق است، عبادت جز دین نیست، یا اعتقاد فقط هست و عبادت و اخلاق جز دین نیست. نه، یک مجموعه کامل است که این مجموعه کامل رو همه رو شما باید بپذیریم. اینطور نیست که کسی بیاید دین رو تیکه تیکه بکنیم، یک بخشش این به درد میخوره، این به درد نمیخوره. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. کسانی که گزینشی رفتار میکنن با دین، هر آنچه باب هوا و هوس آنهاست، با مصالح آنها سازگار است، آن را میپذیرند، و آنچه که منافع آنها را به خطر میاندازد نمیپذیرند. الله متعال میفرماید که فما جزاء من یفعل ذلک منکم. سرانجام جزای کسانی که این کار رو میکنن از شما نیست مگر الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر خاری در زندگی دنیا، ذلت در زندگی دنیا. کسی که به دنبال این است که دین را باب هوا و هوس خود تغییر بدهد، الله متعال میفرماید ذلت و خاری در دنیا به سراغ او میآید. و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. و روز قیامت به بدترین عذاب گرفتار خواهد شد. هر کسی که این روی کد رو نسبت به دین دارد، کسانی که به خاطر منافع خود، همین جا که یهود می آمدن اول وارد جنگ می شدن، خب اینها هم پیمان بودن، چون هم پیمان بودن باید وارد جنگ می شدن، وگرنه پیمان اونها به هم می پاشید. در ابتدا چون هم پیمان بودن با یکدیگر می جنگیدن، هم پیمان اوس بودن یا هم پیمان خزرج بودن. اینها هم پیمانان خود رو به خاطر اینکه راضی نگه دارن مجبور بودن با هم بجنگن.
اما وقتی که جنگ تمام میشد و میکشتن یکدیگر رو و اسیر میگرفتن، باز دوباره یادشان میافتاد که ما یک مسئله دینی اینجا هست، اونها مشرک هستن، ما اهل کتاب هستیم، اهل کتاب نباید نزد مشرک اسیر باشن. باز می آمدن و پول میدادن همون کسانی رو که خودشون زده بودن و کشته بودن و اخراج کرده بودن و بخشی از اونها اسیر شده بود، همونها رو باز آزاد میکردن. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. اینطور نیست که شما کتب علیکم الصیام رو قبول بکنید، روزه بر شما واجب شده، کتب علیکم القصاص رو قبول نکنید، قصاص بر شما واجب شده رو قبول نکنید. اینطور نیست که شما در دین یک شیء رو قبول بکنید، یک شیء رو قبول نکنید. اون چیزی که احساس میکنید که برای شما شرم نداریم از اعتقاد و باور خود، آنچه که الله متعال برای ما فرستاده بهترین برنامه زندگی برای بشر است، به شرط اینکه درست فهمیده شود، درست تطبیق شود. بله، اون کسانی که نفهمیدن، اشتباه تطبیق کردن، قرائت‌های فردی خود رو به نام دین چسباندن، افراط و تفرید در دین وارد کردن، اون ربطی به دین ندارد. آنچه کلام الله متعال و حدیث رسول علیه السلام دارد، احکام درست آنگونه‌ای که گفته شده است بر اساس فهم و فقه درست تطبیق بشود. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیاة الدنیا و یوم القیامة یردون الی اشد العذاب. بترسید از عذاب الهی از روز قیامت ای کسانی که دین رو وسیله برای دستیابی به منافع و اهداف خود قرار داده اید. اما الله بغافل عما تعملون. الله متعال غافل نیست از آنچه شما انجام میدهید. و ما الله بغافل عما تعملون. الله متعال از این رفتار شما غافل نیست. این یک مفهوم کلی دارد، خطاب به همه کسانی که با دین، مقوله دین گزینشی رفتار میکنند. و در شأن نزولش خطاب به یهود است. شما یهودیانی که گمان میکنید بهترین هستید، شما یهودیانی که گمان میکنید پیروان کتاب موسی علیه السلام هستید، چرا با تورات اینجور رفتار میکنید؟ مگر تورات نگفته که محمد مصطفی میآید؟ مگر قرار نبوده که پیامبر دیگری بیاید به او ایمان بیاورید؟ چرا اوصاف محمد مصطفی علیه السلام رو در تورات شما حذف میکنید؟ چرا اونها رو قبول ندارید؟ چرا کتاب جدید قرآن رو قبول ندارید؟ چرا رسالت محمد مصطفی علیه السلام رو قبول ندارید؟ اینطور نمیشه که شما آنچه را که به نفع شماست از تورات قبول بکنید، آنچه را که منافع شما را به خطر میاندازه قبول نکنید. نه، اینطور نیست. یا کامل قبول بکنید یا کامل رد بکنید. اگر کلام الله است، همه او کلام الله است. بر حسب آنچه که یهود ادعا می‌کردند، در همون دورات زمان یهود هم درباره رسول الله علیه السلام اوصافی بود که حاضر نبودن اون رو به دیگران بگویند، حاضر نبودن اون رو بپذیرند. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. در همین آیه سوره آیه 146 میفهمند در رمضان کسانی که اهل کتاب بودند به خوبی میدانستند که محمد مصطفی علیه السلام همون پیامبر آخرالزمان است که با آنها وعده داده شده در تورات و در انجیل. کما یعرفون ابناءهم، همونطور که یقین داشتن فلانی فرزند من است، همونطور که مطمئن بود فلانی فرزند من است، مطمئن بود که این محمد مصطفی علیه السلام همون پیامبر آخرالزمانی است که در تورات و در انجیل به او وعده داده شده است. و پیامبران گذشته به آمدنش وعده دادن و به ایمان به او، اما کافر شدن به او، اما قبول نکردن. در آیات پیش رو به تفصیل الله متعال در این باره باز صحبت می‌فرماید، چون اونها مدعی این بودن که ما پیرو پیامبران گذشته هستیم، ما موحدین هستیم، ما کسانی هستیم که بر مسیر انبیاء گذشته داریم پیش میاییم. الله متعال بحث بنی اسرائیل به تفصیل برای ما اینجا ذکر می‌فرماید، چون امروزه هم یهودیان و مسیحیان اهل کتاب مدعی این موضوع هستند که ما پیرو کتاب‌های آسمانی هستیم. اگر شما پیرو کتاب‌های آسمانی هستید و می بودید، باید به محمد مصطفی علیه السلام ایمان می آوردید. بعد از پایان بحث و خیانت‌هایی که کردن، کفری که کردن، جنایت‌هایی که بنی اسرائیل کردن، دروغ‌هایی که گفتن، همین اینها را الله متعال به تصویر می‌کشه برای ما. در پایان موضوع داستان ابراهیم علیه السلام در آیه 124 بعد که شروع می‌شود، الله متعال به تفصیل برای ما اونجا صراحتاً میگوید اگر شما واقعاً موحد می‌بودین، باید به کعبه ابراهیمی، شمایی که ادعا می‌کردید ابراهیم از ماست، خود از نسل ابراهیم می‌دانید، باید به کعبه ابراهیم علیه السلام، به کعبه در مکه مکرمه احترام بگذارید، به مقام ابراهیم احترام بگذارید، به صفا و مروه احترام بگذارید، به حج که قدم قدم اون جای پای ابراهیم علیه السلام هست باید احترام بگذارید. اینطور نمی‌شود که شما ادعا بکنید فقط که ابراهیمی هستید. ابراهیمی ها کسانی هستند که به سوی کعبه او نماز می‌خوانند، در مقام او، در جای قدم او قدم گذاشتند، اعتقاد و باور او رو دارند. و این در آیات پیش رو به تفصیل در این باره صحبت خواهیم کرد. الله متعال در ادامه می‌فرماید
کسانی که اینگونه گزینشی رفتار میکنن، عده‌ای از آیات رو، بخشی از آیات رو قبول میکنن و بخش دیگر رو قبول نمیکنند، با مزاج خودشان به دنبال منافع خودشان هستند. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة. اینها کسانی هستند که خریدن زندگی دنیا را به بهای آخرت. اینها به دنبال دنیا هستند، فقط آخرت رو دادند، آخرت رو فروختند، دنیا رو خریدند. فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. فلا یخفف عنهم العذاب. هیچ عذاب اینها در روز قیامت در دوزخ تخفیفی برای آنها نخواهد بود. ولا هم ینصرون. هیچ نصرتی هم نخواهند شد. کسانی که این آیه درباره کیست؟ این آیه درباره یهود است. فراموش نکنیم درباره بنی اسرائیل است. درباره مسیحیان است، درباره یهودیان است. در آیه 83 فرمود و اخذنا میثاق بنی اسرائیل. یهودیان، مسیحیان و خصوصا یهودیان. در این آیات ادامه همان مسیر است. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. یهود است. در ادامه فرمود اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة. یهود زندگی دنیا رو خریدن و آخرت رو فروختن. فلا یخفف عنهم العذاب. اینها دوزخی هستند. عذاب آنها هیچ تخفیف داده نمی شود. ولا هم ینصرون. هیچ نصرت یاری هم به سراغ اینها نخواهد آمد. این کلام الله متعال است. این کلام شخص من نیست. این کلام قرآن کریم است. این کلام الله متعال است که می‌فرماید اینهایی که مدعی هستند که پیرو موسی هستند خیلی وقت از جاده خارج شدند. اینها به انحراف رفتند. اینها دین رو تحریف کردند. اینها پیامبران الهی را کشتند. اینها با الله دشمنی دارند، با پیامبرانش دشمنی دارند، با ملائکه الهی دشمنی دارند و در آیات مفصل در این باره صحبت میشه. فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. هیچ نصرتی نیست، هیچ یاری برای اینها نیست. و این آیه خودش باز دلالت بر این دارد که اینها در ادعای پیروی موسی علیه السلام و در ادعای پیروی تورات دروغگویند. اگر اینها واقعا پیروان حقیقی تورات می بودند، پیروان حقیقی موسی علیه السلام می بودند، خب چرا الله متعال اونها رو این گونه تهدید و عذاب بکند؟ چرا الله متعال بفرماید فلا یخفف عنهم العذاب؟ چرا بفرماید اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة؟ اینها کسانی هستند که دنیا رو خریدن، آخرت رو فروختن. چرا بفرماید فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون؟ تخفیف داده نمیشه عذاب اینها، نصرت داده نمیشوند. و در آیه قبلم داشتیم فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیاة الدنیا. خاری، ذلت در دنیا. و یوم القیامة یردون الی اشد العذاب. و روز قیامت به سوی اشد عذاب بروند. این آیات باز در ادامه آیات گذشته همچنین آیات آینده همه دلالت بر این دارد که اهل کتاب بودند، دیگر نیستند. اینها کتاب آسمانی تورات رو تحریف کردند. آنچه به نفعشان بود گرفتن، آنچه نبود دستکاری کردند، جابجا کردند، حتی نوشتند. همچنین اهل انجیل، پیروان انجیل، الان ما 4 تا انجیل داریم. شما در کتاب مقدسی که در هر کلیسای مسیحی وجود دارد بروید کتاب مقدس رو باز بکنید، 2 بخش دارد، عهد قدیم و عهد جدید. در عهد جدید شما 4 تا انجیل می‌بینید. 4 انجیل می‌بینید. غیر از انجیل 5می که با آن اصلاً کلیسا اعتقادی ندارد ولی هست. 4 انجیل ما می‌بینیم. انجیل متی، یوحنا، لوقا، مرقس و انجیل برنابا رو که اصلاً اعتراف نمی‌کنه. یعنی 5 تا انجیل فعلا وجود دارد که هر کدوم از اونها با هم تفاوت دارند. چارچوب استخوان‌مندی کلی یکی است، اما تفاوت‌های فاحش بین این است که تضاد با هم داره و در مقابل یکدیگر قرار گرفته. کمی اینا دلیل بر تحریف دارد و خود قرآن کریم هم اشاره می‌کند به این موضوع. اگر اینها بر مسیر می‌ماندند، اینها بر مسیر انبیاء الهی نماندند، خارج شدند، از جاده خارج شدند، به انحراف رفتند. به همین خاطر پیامبر جدیدی آمد تا این جلوی این انحراف رو بگیره. کتاب آسمانی رو تحریف کردن، کتاب جدیدی آمد تا رسول الله علیه السلام کلمه تا، چون پیامبر آخر روز زمان بود. قرآن کریم رو فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. من قرآن کریم رو نازل کردم و من از اون محافظت میکنم. جلوی تحریف قرآن رو، حفاظت قرآن کریم رو الله تعالی به عهده گرفت و جلوی تحریف از سوی الله تعالی گرفته شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم برای مواظبت در سیرت خود و سنت خود انحرافاتی رو که اهل کتاب در رسالت انبیای الهی آورده بودن بیان فرمود تا ما بدانیم که چه مسائلی رو به انحراف کشیدن و در این انحراف وارد نشیم. الله تعالی
به من شما فهم صحیح آیات کلام الله مجید رو نصیب بفرماید و توفیق عمل خالصانه و صبر و استقامت بر مسیر دین و حسن خاتمه نصیب گرداند و همه گذشتگان من شما رو بیامرزد. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. در درس‌های بعد به همراه شما باز ادامه آیاتی رو که درباره بنی اسرائیل و رد ادعاهای باطل آنها در پیروی از انبیای الهی آمده است رو به تلاوت خواهیم گرفت و در معانی آن تفکری خواهیم داشت. تا آن لحظه همه شما سروران رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدارتان. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.